أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید باب الحث على الاكل من عمل یده، یعنی که باب در مسئله تشویق کردن و ترغیب کردن علی الاکل من عمل یده، برای خوردن از کار دست. یعنی که باب در مسئله این است که انسان باید شوقمند باشد برای از عمل دست خودش خوردن و تعفف بهی عن السؤال، و خودداری کند به سبب همین کار خودش از سوال کردن، یعنی که از طلبیدن، یعنی خودش کار کند و خودداری کند از طلبیدن یا که از درخواست کردن مال. و تعرض للاعطاء، و همچنین باب در مسئله تعرض برای اعطا است، برای خواستن، برای دادن مال تعرض کند یک انسان، یعنی که بخواهد یک انسان شوق و رغبت پیدا کند که مالش را بتید، یعنی که صدقه بتید. پس این باب در این مسئله ها هست. امام نووی رحمه الله در این مسئله چند دلیل برامون تقدیم میکند. اولا آیت را میارد، یک آیت آورده است، میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. فاذا، پس هنگامی که قضیت الصلاة، یعنی به پایان رسید نماز، یعنی نماز را خواندید، نماز جمعه را خواندید، فانتشروا فی الارض، پس شما پراکنده شوید در زمین، یعنی منتشر شوید، پراکنده شوید و از دنبال رزق و روزی گردید در بالای زمین. و ابتغوا من فضل الله، و طلب کنید از فضل الله تبارک و تعالی، یعنی که از دنبال کار حلال باشید و رزقتون را از بزرگی الله تبارک و تعالی طلب بکنید بعد از خواندن نماز جمعه، که این همچنین سوره جمعه هست. پس این آیت برای این است که فانتشروا فی الارض، یعنی که منتشر شوید در بالای زمین، پراکنده شوید برای کار و برای عمل و برای رزق روزی را پیدا کردن. از این حساب امام نووی این آیت رو در اینجا ذکر کرد. بعد از این حدیث ها را میارد. حدیث 538 و عن ابی عبدالله زبیر بن العوام رضی الله عنه قال، یعنی از ابو عبدالله زبیر بن عوام رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یأخذ احدکم احبله یا احبله ثم یأتی الجبل. لأن یأخذ احدکم، یعنی که هر آینه یکی از شما بگیرد، لأن یعنی که حتما یکی از شما، یأخذ بگیرد، احدکم یکی از شما، احبله یا احبله یعنی که تبرش رو، همون آلت برنده چوب رو، ثم یأتی الجبل، بعد برود بالای کوه، همون انسان تبرش بگیرد و بالای کوه برود، فیأتی بحزمة من حطب على ظهره، فیأتی پس بیارد، بحزمة یعنی درزه از، بیارد درزه از حطب، یعنی که علاوه بگیم که هزم را، علی ظهره یعنی بر پشتش، فیبیعها پس همون هزمی آوردگیش را بفروشد، فیکف الله بها وجهه پس حفظ میکند الله تبارک و تعالی بها یعنی به سبب همین کاری کردگیش، وجهه یعنی رویش را، مقصد از رویش یعنی آبرویش رو، آبروی این انسان را الله تبارک و تعالی برای این حفظ میکند. خیر له من ان یسأل الناس، یعنی بهتر از همین کار برای اون انسان، ان یسأل الناس از این که بپرسد کسی را، یعنی که از مردم درخواست مال بکند، اعطوه او منعوه، یعنی که بتیندش مردم برای اون مال را، او منعوه یا منعش کند مردم این انسان را از اون مال، یعنی که یک کس را درخواست میکند مال میتید نمیتید،
بهتر این است که این انسان خودش با عمل دست خودش یعنی بالای کوه برود هیزم برای فروختن بیارد و بفروشد. پس سبب حفظ کردن آبرویش همچنین میگردد که الله سبحانه و تعالی آبرویش را حفظ میکند. یعنی این تشویق برای چی است؟ برای عملی هر یک انسان عملی دستش است که باید کار بکند. رواه البخاری و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 539 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یحتطب احدکم حزمة علی ظهره، یعنی حتما این که بار بکند یکی از شما حزمه را بر پشتش، یعنی حزمه را بر پشتش یا درزه حزمه را بر پشتش، خیر له من ان یسأل احدا، یعنی بهتر است برای اون انسان از این که درخواست مال بکند از کسی، فیعطیه او یمنعه، پس بتید وی را یا که باز دارد و یعنی مال بتید نتید، برای این را بهتر است که بر پشتش حزم را بار کند یا حزم بکشد. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 540 و عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگوید کان داوود، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید کان داوود علیه السلام لا یأکل الا من عمل یده، یعنی بود داوود علیه السلام نمیخورد مگر اینکه از کار دست خودش، یعنی از کار دست خودش رزق روزیش پیدا میکرد و اون را تناول میکرد و میخورد. رواه البخاری و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 541 و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت کان زکریا علیه السلام نجارا، میگه بود زکریا علیه السلام نجار، یعنی که دورتگرش میگن، دورتگرش میگن، خلاصه دورتگر نجار بود، یعنی حضرت زکریا دورتگر بود، استای تخته بود که. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 542 و عن المقدام ابن معدی کرب رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از مقدام ابن معدی کریبه رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده، خیرا من ان یأکل من عمل یده، نخورده از کسی، ما اکل احدون، نخورده از کسی طعاما، طعام را، غذای را، قط یعنی هرگز، خیر من ان یأکل من عمل یده، بهتر از این که خورده باشد از عمل دستش، یعنی بهترین طعام همون است که از عمل دست خودت استفاده بری و بخورید. ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یأکل من عمل یده، نخورده از کسی غذای را هرگز بهتر از این که بخورد از عمل دستش. و این نبی الله داوود علیه السلام کان یأکل من عمل یده، و هر آینه پیغمبر الله داوود علیه السلام بود میخورد از عمل دست خودش، یعنی از کار خودش زندگیش خودش پیش میبرد. رواه البخاری و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. خب با همین این باب تشویق برای خوردن از کار دست خود با همین به آخر رسید، با همین به آخر رسیده. بعد از این باب نو شروع می شود. باب نو میگوید باب الکرمی والجود والانفاق فی وجوه الخیر ثقة بالله تعالی. اکنون باب نو در مسئله باب کرم و جود است.
کرم و جود، با هم توش که میگیم کرم و جود یعنی که سخاوتمندی و بخشش و بگیم انسان سخی بودن. و الانفاق یعنی که خرج کردن، یعنی نفقه دادن و خرج کردن. فی وجوه الخیر، در راه های نیک، خرج کردن مال در راه های نیک. ثقتا بالله تعالی، یعنی توکل کرده به الله تبارک و تعالی. ثقتا یعنی توکل، باور کرده به الله سبحانه و تعالی، مالت رو در راه خیر صرف کردن، یا توکل به الله کرده مالت رو در راه خیر صرف کردن. اکنون این باب ده امام نووی رحمه الله باز چندین دلایل برامون تقدیم میکند. اولا آیت ها رو میارد که امام نووی 3 آیت آوردگی است. یکم آیتش قال الله تعالی، میگه گفت الله سبحانه و تعالی و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، یعنی و ما انفقتم یعنی هر آن چیزی را که شما خرج کردید، من شیء از چیزی، از مال، از بگیم ثروت و داراییتون، فهو یخلفه پس اون الله تبارک و تعالی است که عوضش رو برای شما میدهد. فهو یخلفه یعنی پس اون الله سبحانه و تعالی خلیفه اش رو برای شما میدهد، عوضش رو در جای اون مال دادگیتون در راه الله، الله سبحانه و تعالی برای شما میدهد. خب این یکم آیت. دوم آیت و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یعنی هر آن چیزی را که شما انفاق کردید، خرج کردید از خیر، فلانفسکم پس خیری کردگیتون به فایده خودتون است، برای نفس خودتون است. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، و ما تنفقون انفاق نکنید الا ابتغاء وجه الله مگر به خاطر خواستن رضایت الله تبارک و تعالی، یعنی که انفاق شما، خرج کردن شما باید برای خواستن رضایت الله تبارک و تعالی باشد. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، یعنی و هر آن چیزی را که شما انفاق میکنید از خیر، از نیکیا، یوفى الیکم الله تبارک و تعالی به طور کامل به شما میدهد. یوفى یعنی که وفا گردانده میشود برای شما، یعنی که به طور کامل هر آن چیزی که دادید الله سبحانه و تعالی برای شما باز میگرداند. و انتم لا تظلمون، و در حالی که شما ظلم کرده نمیشوید، یعنی که شما را الله ظلم نمیکند. وقتی که در الله دادید الله سبحانه و تعالی برای شما در عوضش به طور کامل برای شما میدهد. خب این دویم آیت. آیت سوم و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، یعنی و هر آن چیزی را که شما انفاق میکنید از خیر، یعنی که خرج میکنید از خیر، فان الله به علیم پس هر آن الله سبحانه و تعالی با اون خیری کردگی شما علیم است، دانا است، با خبر است که شما در کجا صرف کردید و در کجا خرج کردید. خب این 3 آیت بود در این باب امام نووی رحمه الله آورده است. بعد از این حدیث 543 در زیر این باب در حدیث ها شروع میکنیم یا در حدیث ها داخل میشویم. حدیث 543 و عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت لا حسد الا فی اثنتین، یعنی که حسد نیست، رشک کردن و حسد کردن نیست، الا فی اثنتین مگر در 2 چیز، یعنی 2 چیزی است که در اون چیز حسد کردن، رشک کردن که انسان بخواهد به مثل همونها بشود جایز است. اون چی است؟ رجل آتاه الله مالا، یکم حالتی که حسد جایز است، رجل مرد را که آتاه الله مالا الله سبحانه و تعالی اون مرد را مال بسیار دادگی است، مرد را که الله سبحانه و تعالی ثروتمند گرداندگی است، فسلطه علی هلکته فی الحق پس الله سبحانه و تعالی سلطه یعنی مسلط گردانده است همون مرد را، یعنی همت و غیرت دادگی است الله سبحانه و تعالی همون مرد را علی هلکته فی الحق
برای هلاک کردن که خرج کردن همون مال در راه حق. یعنی که الله سبحانه و تعالی اون مرد را ثروتمند گردانده است، باز همتی خرج کردن در راه حق را الله سبحانه و تعالی براش داده است، پس برای این مرد حسد کردن جایز است. یعنی که دیگرها حسد برای همین مرد کنند. چرا؟ یعنی حسد کنند که الله سبحانه و تعالی ما را مال بتید، ما هم به مثل همین مال ها در راه خیر خرج بکنیم. همین طور حسد کردن جایز است. نه که حسدی که الله او را داده است و مرا نداده است، الله اگر که منم میده. خلاصه حسدی بد نه، حسدی نیک. یعنی رشک کردن برای اینه که الله سبحانه و تعالی مرا همین طور بتید، منم به مثل همین گردم، به مثل همین مالما در راه حق خرج بکنم. این طور حسد کردن جایز است. یکم مردی را که الله مال زیاد داده است و همت خرج کردن در راه حق را. و دوم چی؟ دوم حسد کردن جایز است. و رجل آتاه الله حکمتا. دوم مرد را که الله سبحانه و تعالی حکمت دادگی است. مثلا از حکمت که بگیم علم دینی، معرفت دینی الله سبحانه و تعالی براش دادگی است. فهو یقضی بها، پس اون انسان عمل میکند یا حکم میکند به همین حکمتی که الله براش داده است، برای همین علمی که الله سبحانه و تعالی براش دادگی است. اون مرد با همین علم عمل میکند و با همین علم دادگیش حکم میکند. و یعلمها، و همین علمش را برای دیگرها میآموزاند، دیگرها را تعلیم میدهد. پس برای این مردم دیگرها رشک بکنند و حسد بکنند جایز است. یعنی که بگه الله تبارک و تعالی منم همین طور علم بده، خودم عمل بکنم و برای دیگرها هم بیاموزانم، پس این هم جایز است. پس در دو صورت حسد جایز است و بس. برای پیغمبر گفت لا حسد، یعنی حسد درست نمی شود الا فی اثنتین، مگر در دو خصلت، یا در دو حالت، یا در دو موقع می شود که انسان حسد کنه. حسد کردن جایز میشه. اما در اصل حسد چی است؟ حرام است، ناجایز است. حسد کردن حرام می باشد. خب متفقون علیه، حدیث متفقون علیه می باشد. خب بعد از این حدیث 544 اینش انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم. و با همینجا این درس رو به پایان میرسونیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.